گره هست. حالا علی رضا الان چیه؟ خب الان به بیس تبدیل میشه. الان شد بیس، درسته؟ درست. مرسی بچه. یک خواهش نکته میکنم. خیلی قشنگ الان اینجا علیرضا به ما گفت. خب چی بود نکته؟ این که اگر 3 کندل در جا زدن در تایم فریم مشخص، یعنی فرقی نمیکنه دیلی 4 ساعت 1 ساعت باشه، توی یک تایم فریم مشخص، تایم فریم ساختار، تایم فریم مادر، اونجا که میخوایم اول بار بریم بررسی کنیم، خب اگر 3 کندل در جا داشتیم، این کندل مثلا نباشه یا مثلا این کندل اینجا باشه، خب این میشه چی؟ این میشه گره. ولی اگر کندل چهارمی به اون اضافه بشه میشه بیس. حالا فرق بیس و گره چی شد؟ فرق بیس و گره شد 1 کندل. خب اگه 3 کندل باشه گره هست، ولی اگر 4 کندل و یا بیشتر شد بیس. خب حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم کل این روند بیس و گره رو یک تعریف مشخص براش میذاریم. مثلا بچه یه چیز دیگه بهتون بگم. خب مثلا میایین تو ویدیوهای آموزشی این اونور میبینین، خب بعد کندلایی که مثلا میکشن برای آموزش، کندلا همه اینجوریه، همه دقیقاً یک پارچه، یک اندازه، مثلا اینجوری. یه همچین چیزی میکشه. خب بعد مثلا توی توضیحات مثلا یا مثلا موقعی که خودش داره صحبت میکنه یه بچه ها این بیسه و مثلا خصوصیت بیس چیه؟ خصوصیت بیس اینه که چه میدونم مثلا همه کندل ها در یک راستا باشن. خب ولی در ادامه این یک کار زشت و نامردیه که چی؟ که نمیاد بگه که آقایون خانوما ما توی چارت بیس اینجوری خیلی کم میبینیم. حقیقتش اینه. خب ما اینجوری خیلی کم میبینیم. اکثر بیس هایی که میبینی شاید اصلا شما برید تایم تریگر بیس کنید. خب اکثر بیس هایی که میبینی شاید مثلا یه همچین حالتی داشته باشه، مثلا اینجوری باشه، بعد اینجوری باشه و مثلا یکم بالاتر باشه، حالا نه مثلا اینجا باشه، بعد دوباره مثلا یک اینجوری باشه، بعد مثلا یه دونه اینجوری هم باشه، مثلا اینجوری. خب اینم بیسه بچه ها، اینم بیسه. ولی اونا نمیان اینو بگن. چرا اینو نمیگن؟ چون میخوام وقتی تو چارت رو باز کنی وجود سراسر از ترس بشه، به ترسی بگی ای وای من الان چه میدونم این چیه، گره بیس فلانه. خب نه، اصلا قرار نیست نگران باشید. بیس میتونه از قسمت پایین پاکسازی کنه، از قسمت بالا میتونه هانت کنه. به من یه دو تا شادو بین اضافه کنم. ببینید دوباره یه عکس خوشگل هم ازش داشته باشیم که برای آیندگان هم بذاریم باشه. از بالا هاند کرده و از پایین پاکسازی کرد. این هاند، این پاکسازی و دوباره همون حالت درجا زدن. این میشه یه بیس. اینجوری محدوده بیس رو میکشیم و میدونیم که این یه بیس، از بالا هاند کرده، از پایین پاکسازی کرده. خب ببخشید. حالا بیس ها رو چطوری ترید کنیم بچه ها؟ من یک چیز کلی، این که میگم کلی قرار نیست همیشه اتفاق بیفته. یک چیز کلیه در مورد بیس ها بهتون میگم.
موقعی که قیمت وارد یک حالت بیس میشه یه دونه یک اینجا میزنه، خب یه دونه یک اینجا میزنه، یعنی یک بالا یک پایین، بعد دو بالا دو پایین. بعد از این حرکت تازه ما میفهمیم بیس داریم، یعنی یک یک دو دو، ما متوجه میشیم این بیسه و بعد حرکت میکنیم برای سه سه، که میشه تقریبا میشه حالت اینجوری، از اینجا رفت اینجا اینجا اینجا، بعد از اینجا هم مثلا تا اینجا. خب این میشه یک یک دو دو سه سه، یک یک دو دو سه سه. خب بعد از یک یک دو دو سه سه ما منتظر اینیم که بیس شکسته بشه. فرقی نمیکنه از بالا بشکنه یا از پایین بشکنه، ولی در 80% مواقع بیس طبق چیزی که بزرگان به ما گفتن، بیس در 80% مواقع از محدوده 50% میشکنه بچه. یعنی اگه شما یک بیس رو دیدید و دیدید یک یک دو دو سه سه رو زد، باید منتظر این باشید. اگه مثلا اون سه آخر پایین بوده، باید منتظر باشید مثلا یه همچین حرکتی بزنه، ریزش کنه. بازم عجله‌ای نداشته باشید. خب چرا میگم عجله‌ای نداشته باشید؟ به این دلیل ما میایم یک محدوده در کف میکشیم، کف بیس، یک محدوده در سقف میکشیم برای سقف بیس، این کف بیس و این سقف بیس. ببینید چرا هانت پاک سازی میکنه؟ چرا هانت میکنه بعد پاک سازی میکنه؟ چون بعضی خبر ندارن که حرکت یک یک دو دو سه سه باید تکمیل بشه و بعد بیت شکسته بشه. حالا ولی بعض موقع از سه سه و چهار چهار پنج پنج هم داریم، ولی بیشتر موقع اینه بچه ها. خب بعد میان مثلا روی یک یک که خورد، میان رو دو میخوان ترید کنن به امید نزول. بعد مارکت میکر چیکار میکنه؟ میاد استاپ ها رو میزنه، بعد دوباره میاد پایین، بعد میگن اه دیدی ما پوزیشنمون نزولی بود درست بود ولی استاپمون بد جای بود، الان این میخواد بای بشه، از اینجا بای روانیشون خارج شدن. دو تا استاپ پشت سر هم خوردن، نزدیک 300 400 دلار ضرر کردن. الان حالت روانیشون آمادگی نداره که بخوان شکست رو بفهمن. و موقعی که شکست اتفاق میفته، این کندل شکست زیبا اتفاق میفته، اونا میگن این یک هانته. خب و میان چیکار میکنن؟ میان بای میکنن و دقیقاً اون موقع است که در اینجا از اینجا، چون این رو یک هانت تشخیص دادن، میان از اینجا بای میکنن به این سقف برسه. ولی دیگه یادشون رفته که این محدوده شکسته شده، یک کندل گوشتی توپر با بادی این سطح رو شکسته و این یک پولبکه و قرار قیمت به این صورت اتفاق بیفته. و دوباره استاپ سوم رو برای محض رضای خدا میغلطونه. چی گفت اینا؟ جناب آقای سندی گفت محض رضای دخترون خودمو تو گل میغلطونم. به خاطر یه همچین روزی بود که وقتی که خیلی استاپ خورد خیلی استاپ خوردی، خب یه بیرون. ببخشید بچه، امروز یکم رو مودم و اینکه کم شوخی میکنم. وقتی که دو سه و داد و فریاد میزنی و خودت رو تو گل میغلطونی، موقع دیگه اعصابت خیلی خورده و میگی که اینجا یه استاپ خوردم، اینجا یه استاپ خوردم، الانم این هانت نبود، این شکست بود، این یه پول بگ بود و قیمت داره
میره، قیمت داره از کف چارت میزنه بیرون دیگه، اعصاب برات نمیمونه و میری تو کوچه خودت تو خاک میغلطونی. اون موقع دیگه برای محض رضای دختران نیست، اون موقع برای محض رضای مارکت میکره که اینقدر با قیمت اینجا بازی کرده که تو اصلا نمیفهمی قیمت میخواد کجا بره. بچا خدا شاهده من تمام سعیم اینه که کندل هایی که میکشم مثل چارت باشه. نمیخوام براتون نقاشی بکشم وگرنه میتونم تمیز بیس رو دونه به دونه شیک کنار هم قرار بدم و مثلا یک شکست شیک رو، ولی این نیست. حتی این کندل پول بک میتونه اینجوری باشه بچه، خیلی قشنگه. اینو امروز ما با جناب آقای علیرضا دیدیم. کندل پول بک میتونه اینجوری باشه، دقیقاً شادوش بره پول بک بزنه بیاد تا اینجا و بعد کندل قرمز از اینجا شروع کنه و بریزه دیگه، از اینجا نمیریزه، اینقدر تمیز اجرا نمیشه. اون قبلیه هم خیلی تمیز کشیدم، الان به نظر این بهتر شد. بعد همینو خب خیلی قشنگ شد. همینو ما میریم مثلا اگه توی تایم فریم 4 ساعت مثلا 1 ساعته ایم، خب همینو میایم میریم تو تایم فریم مثلا از 1 ساعته میریم بعد اینجا مثلا دقیقاً از اینجا بعد اینجا شادو شده، خب بعد کندل ریزش از اینجا شروع کرده. دقیقاً این اتفاق امروز برای من و علی رضا افتاد. ما رفته بودیم رو نظر داشتیم لایو ترید می‌زدیم و دیدیم یه شکست. گفتم علیرضا شکست کف شکسته. خب علیرضا وایساد نگاه کرد ببین که نتیجه چی میشه. خدا شاهده من همون موقع پوزیشن هم باز کردم، میدونستم تو تایم فریم 1 دقیقه الان این شکسته داره پول بک میزنه که بریزه. علیرضا داشت تو 4 دقیقه نگاه میکرد و دید قیمت رفت. خب بعد چرا اینجوری شد؟ گفتم خب پول بک زد دیگه. گفت آره دقیقاً من بعد که اینجوری شد مثلا بعد قیمت ریزش کرد فهمیدم این شادو پول بک بوده. گفتم آفرین. ببین پس ما اگه دیدمون فرکتال باشه این شادو یعنی چی؟ شادو در کندل های نزولی اگر زیر کندل نزولی باشه یعنی چی؟ یعنی یک کندل صعودی در تایم فریم پایین‌تر، یعنی این کندلی که ما تو تایم فریم پایین میتونیم ببینیمش اینجوری. ببین اینجوریه تو دل این شادو. خب تو تایم فریم پایین‌تر قیمت تو اینجا اومده کلوز داده، بعد یک کندل سعودی رفته، بعد کندل نزولی. قشنگ شد نه؟ خیلی قشنگه، نقاشیه. ولی موقعی که میری تو چارت سخت میشه. اگه سوالی هست بچه‌ها میتونن سوالشون بپرسن. چند دقیقه هم یه استراحتی استاد ببخشید، تو تایم های سگانه، تایم دیلی و هفتگی و ماهانه، استاد صدامو دارین؟ بله دارم میشنویم. تایم های سگانه، بله تایم های سگانه اگه مثلا 2 تا کندل در جا بزنه و بالا و پایین های روی هم کلوز نکنه میشه بیس حساب کرد یا باید منتظر کندل سوم به بعد باشیم تا بیس حساب کنیم؟ خب این بستگی به این داره که شما تایم ساختارتون رو چه تایمی در نظر گرفت. اول به ما بگین تایم ساختارتون مثلا چه تایمیه؟ تایم مادرتون چه تایمیه؟ منظور مثلا میخوایم تحلیل کنیم در مثلا تایم ماهانه ما میبینیم 2 تا کندل در جا زده، میتونیم بیس حساب کنیم همون 2 تا کندل رو یا باید منتظر بمونیم کندل سوم هم تشکیل بشه تموم بشه و از کندل سوم به بعد یعنی از کندل 4م باید بیس حساب کنیم؟ بله اگه توی خود همون تایم فریم بخواید حساب کنید، خب باید شما منتظر باشید که کندل 4م بسته بشه بعد تازه بیس دارید. ولی اگه همون رو بله بیاید تو چون تایم بله پترن بررسی کنید، توی تایم پترن بیسه. بله یعنی اگه ماهانه باشید بعد بیاید تو هفته مثلا 2 تا کندل ماهانه تو دل هم باشه، خب اگه بیاید بله تو هفتگی نگاش کنید بیسه.
درسته بله. خب شکستش رو ما تو چه تایمی باید بررسی کنیم؟ همون ماهانه؟ شکست شکست بیس مثلا بله. شکست بیس باید تو تایم پترن یا تریگر. آها بله، پس اگه بیسمون ماهانه باشه شکستش رو توی حالا دیلی مثلا بررسی میکنیم. ببینید اگر شما ذهنیتتون اونقدر چه اتفاقی میفته اون موقع؟ شما به قول گفتنی میبینی که همون شادوه که اینجا تعریفشو کردم تو تایم میشی. ولی اگه متوجه این نباشی، مغزت فرکتال عمل نکنه، ذهنیتت عمل نکنه، اون موقع از قیمت جا میمونی. برای همینه که تو تایم پترن یا تریگر ما میریم دنبالش میگردیم. بله ممنون، مرسی.